مقامات جمهوریت گریسنه نبود، مردم گریسنه بود. فعلا مقامات امارات گریسنه نیست، مردم گریسنه است. مقامات جمهوریت ماش لکی میگرفت، مقامات امارات ماش لکی میگیرد. مقامات جمهوریت دلان کروزر سوار میشد، مقامات امارات دلان کروزر سوار میشد. مقامات جمهوریت بادیگارد و کشوفش و رستوران بود، مقامات امارات هم دارد. او روز یکش میگوید که نمیدونم اگه ما لان کروزر سوار نشویم این خو سابق مانده. این اسراف است، در اسلام اسراف کننده برادر شیطان است. وحشتناک است. در شاروالی کابل چه کارا رو میکنه؟ از جیب گرسنه ها پول به زور تفنگ میگیره، کراچی یک تایره و غرفه و امثال هم. من میبینم در چهارراهی از ملک اصغر از چیز یک سه شاخه را درست کرده، یا در یک چهارراهی دیگر نامش یادم رفت یک نقشه جهان درست کرده که 1 میلیون افغانی دو ضرر پیدا کرده. من نمیدونم رهبران امارات از نظر اسلامی این شاروال چرا نمیخواد که او برادر اسراف است، مردمت گرسنه است، از او گرسنه پول میگیری. 1 میلیون خانه 1 میلیون افغانی خانه چندین افغان از سردی نجات میداد، اطفال از گرسنگی از سوی تغذیه نجات میداد. و ایرا میگیری از میره به زور از کی میگیری؟ از او بیچاره که غرفه در 12000 سر خریدی، این 1 متر 2 متر دادی 1000 2000 از او پول میگیری. اینا باید پول به اونا غرفه مجانی بدن، از مالیات اونا رو معاف کنن تا چرخش اقتصاد برکت بیاد. متاسفانه از علم اقتصاد اینا درست برداشت ندارن، نمیفهمن و یا نمیخوان بفهمن. اینا متاسفانه دست به کارهای میزنن.